بسم الله الرحمن الرحیم. در درس امروز میپردازیم به بیان احکام استنجا. استنجا یک اصطلاح عربی هست که قطعا همه شما آن را شنیدید و معنی استنجا به معنی تمیز کردن و پاک کردن مقعد و محل خروج نجاست بعد از قضای حاجت. بعد از این که انسان قضای حاجت کرد، دستشوییش تمام شده، باید خود را پاک بکند، تمیز بکند. همین تمیز کردن را و پاک کردن بعد از قضای حاجت را در زبان عربی استنجا میگویند. الان تفاوتی ندارد که این استنجا یا پاک کردن به چه وسیله و ابزاری باشد، یا با آب باشد، با دستمال کاغذی باشد، یا مثل قدیما با سنگ و کلوخ باشد. تمام اینها در همین معنی استنجا داخلند. استنجا یعنی پاک کردن مخرج و محل خروج نجاست بعد از قضای حاجت و تفاوتی ندارد که چه با آب باشد یا با ابزار دیگر. اما در اینجا یک اصطلاح دیگری هم داریم در زبان عربی به معنی استجمار که معمولا این دوتا اصطلاح با هم به کار برده می شود: استنجا و استجمار. و استجمار به معنی همون استنجا هست، معنی استنجا را می دهد، منتها دایرهش محدودتر هست. استنجا یعنی پاک کردن محل با هر وسیله ممکن، آب باشد، دستمال کاغذی باشد، تکه پارچه کهنه‌ای باشد، با سنگ و کلوخی باشد یا هر مورد دیگر. اما استجمار یعنی نظافت و پاک کردن محل با سنگ که در زمان قدیم و در حیات بدوی و روستایی آن زمان یا امروزه هم در واقع شاید وجود داشته باشد. خود این نظافت بعد از دستشویی یکی از مواردی هست که الله متعال به آن توصیه کرده و اهل مسجد قبا، مقتدیان و نمازگزاران مسجد قبا در صدر اسلام در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از ویژگی‌های خاصی که داشتند این بود که با آب استنجا می‌کردند. یعنی همیشه بعد از قضای حاجت خودشان را با آب تمیز می‌کردند. این مورد را الله متعال در سوره توبه برای اونها یاد کرده و آنها را ستوده: فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در این مسجد، در مسجد قبا، مردانی هستند، مسلمانانی هستند که دوست دارند پاکیزه بشوند. والله یحب المطهرین. الله متعال پاکیزگی کنندگان را، آنهایی خودشان را پاکیزه می کنند، دور نگه می دارند از نجاسات، الله متعال آنها را دوست دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم توصیه های بسیاری کردند در این زمینه که ما باید از نجاست و از ادرار و بقیه موارد باید پرهیز بکنیم و بدن ما و لباس ما و محل زندگی باید از این گونه موارد پاک باشد. استنجا مانند بقیه مواردی که در شریعت اسلامی هست احکام و آدابی دارد. یکی از مواردی که انسان باید دقت بکند قبل از استنجا بحث استبراء هست. استبراء یعنی خارج کردن باقی مانده ادرار که در مسیر خروجی در واقع قرار دارد. یعنی این که انسان باید مطمئن باشد که نجاست، ادرارش به صورت کامل قطع شده و قطرات دیگری خارج نمی شود. بعد از آن استنجا بکند. این گونه نباشد که استنجا بکند بعد از این بلند بشود و بعد می بینیم که قطراتی از ادرار خارج شده، بدن و لباسش در واقع آلوده بشود. پس بنابراین یکی از مواردی که تأکید شده قبل از استنجا استبراء هست، یعنی خالی کردن عضو به صورت کامل که انسان مطمئن باشه که بعد از آن بدن و لباسش آلوده نشود. یکی دیگر از مسائلی که در فقه حنفی مطرح شده این هست که بالفرض اگر در هنگام قضای حاجت
نجاستی که خارج شده مکان بیشتری از مخرج و مقعد را آلوده کرده باشه، به اندازه‌ای که به صورت فرض کنیم که یک درهم رسیده باشه. درهم را گفتند که مقدارش به اندازه گودی کف دست هست، یعنی به مقدار یک سکه باشد. الان ما گفتیم که استنجا معنیش این است که با هر وسیله ممکن انسان خودش را پاک بکند. اما در صورتی که نجاست از مخرج و مقعد تجاوز کرده باشد و به مقدار یک سکه رسیده باشد، در این صورت حتما باید با آب استنجا بشود، با آب شسته بشود، وگرنه نماز صحیح نیست. به این معنی که اگر در صورتی که نجاست اطراف مقعد را آلوده نکرده باشد، صرفاً اگر انسان در بیابانی بود با سنگ و کلوخی خودش را پاک کرد، استنجا کرد، بعد از آن دیگه لازم نیست و واجب نیست که حتما با آب خودش را بشوید برای صحت نماز. حتی اگر آبی نبود، با آب استنجا نکرد، در این صورت نمازش کاملا صحیح است و اشکال شرعی ندارد. اما در صورتی که نجاست از اندازه یک سکه بیشتر شده باشد، در این صورت لزوماً و حتماً باید استنجا با آب صورت بگیرد. و در صورتی که نجاست به اصطلاح جای بیشتری رو آلوده نکرده باشه و منحصر تنها به مخرج باشد، در این صورت استنجا سنت مؤکده هست. در این صورت سنت مؤکده هست، تأکید شده بنابر آیه‌ای که خدمت شما خوندم و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این صورت سنت مؤکده هست، یعنی این که اگر انسان این کار رو انجام بدهد مورد تأکید هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این کار رو انجام بدهید. اما اگر کسی این کار رو انجام نداد، الان به هر دلیلی، نمازش صحیح هست. اما در صورت اول لازم هست و واجب هست که حتما باید انسان با آب استنجا بکند. و مورد دیگر این است که بهتر و افضل این هست که انسان بعد از قضای حاجت در هنگام استنجا تمامی این موارد را استفاده بکند. معمولا اگر در بیابان هست، ابتدا با سنگ و کلوی خودش را پاک کرد، بعداً با آب هم خودش را بشوید. اگر با دستمال خودش را پاک کرد، بعد از آن در واقع آب هم استفاده بکند تا اینکه تمامی این موارد در واقع عمل شده باشه و نظافت یقینی باشه و نظافتی که این گونه حاصل می شود کاملتر و بهتر هست. و در صورت استجمار، قبلا عرض کردم که استجمار به این معنی هست که انسان برای نظافت خودش برای استنجا از سنگ استفاده بکند. در این زمینه توصیه شده که از 3 سنگ استفاده بکند، به این معنی که انسان باید حتما مطمئن باشد که کاملا پاک شده. شاید با 1 مرتبه یا 2 مرتبه انسان پاک نشود، اما اگر مطمئن بود که با 1 مرتبه هم کاملا پاک شده و نجاست دیگری نیست و نیازی به مسح دیگر و سنگ دیگری در واقع نباشه، باز هم از نظر شرعی مشکلی به وجود نمیاد. و یکی دیگر از مواردی که فقها در باب استنجا ذکر کردند این است که استنجا با مواردی از قبیل فرض کنیم که مواردی که محترم هستند، استنجا با این گونه موارد از نظر شرعی جایز نیست. به طور مثال در مورد استخوان، استنجا کردن با استخوان یا با یک چیزی که به اصطلاح خوراکی باشه، یا با فرض کنیم که زغال، یا در برخی از روایات اومده مانند پس افکنده حیوانات مثلا. این گونه مواردی هستند که حتی اگر انسان در بیابان هم باشد، استنجا با این گونه موارد از نظر شرعی مکروه تحریمی هست. و یک مورد دیگری که فقها در این زمینه ذکر کردن این است که انسان باید کاملا درباره استنجا یعنی کاملا خودش را پاک بکند، به گونه‌ای که هم آثار ظاهری نجاست از بین برود و هم آثار غیر مرئی از بین برود، یعنی بوی هم از محل به اصطلاح
خروجی و مقعد از بین برود و هم از دست انسان به گونه‌ای که بویی در واقع باقی نماند. و حتی در زمان قدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه و دیگران بعد از قضای حاجت که مثل امروزه صابونی مثلا مایع دستشویی نبوده، با خاک دستهای خودشان را میمالیدند تا اینکه نظافت در واقع کامل بشه. و یکی دیگر از موارد و آداب استنجا این هست که انسان نباید با دست راست استنجا بکند. این مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند، پس بنابراین این هم جزء موارد مکروه است. اینها مواردی هست که انسان مسلمان برای کامل شدن طهارت، برای کامل شدن نظافت خودش این گونه موارد را در واقع باید عملی بکند. اینها توصیه ها و آدابی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم با حس پدرانه خودش این گونه موارد را برای امت خودشون بیان کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.